د افغانستان برېښنا شرکت ګرانو پیریدونکو، آیا تاسو پوهیږئ چې ولې زموږ تخنیکي کارکونکي د شبکې لاینونه او تجهیزات پاکوي او په وخت د شبکې اصلاح ګټو په اړه مو فکر کړی؟ راځئ په دې تړاو د افغانستان برېښنا شرکت له یو تخنیکی انجینر څخه واورو. در داخل شهر هم درخت‌ها هست که از پلی درخت‌ها یا سر درخت‌ها که هست لاین‌ها تیر شده. این لاین‌ها که عبور کرده وقتی که در شاخه‌های درخت اگر در تماس باشه مردم‌ها که باعث از میشه که مردم‌ها رو برق بگیره یا فرنسال برق آسیب برسانه. یک مورد و مورد دیگه که خود نظامو که باعث از میشه که شبکه آریزه کنه. وقتی که شبکه آریزه کنه برق پرچاو میمونه 5 ساعت یا 6 ساعت یا یک شبانه روز. خواهش ما از وطندارای ما این میسته که در وقتی گودی پرانبازی در مسیرایی که لاینای به اصطلاح مثل آمیانه بگویم مثل لاینک تیر میشه از سر پایا بلند کسته نه لاینای لوچ کسته که و نمور از زیادتر در نظر بگیره که اطفالای خود برشان بگویه که وقتی گودی پرانبازی میکنه دیگه میکنه با اونم قسمت ها کسته همی گودی پران در مساحهای نزدیک از او کسته گودی پرانبازی نکنه یا نزدیک برج به خاطر از اینکه روز که بارندگی میکنه او تارا تر میشه یا چوبکای از او تر میشه لاین در لاین کسته تاج میشه یا لاین در براکت تاج میشه لاین ارتی میبره باعث سرگردانی پرسنل تکنیکی باعث از اینکه هموطنان ما از انرژی برق محروم باشه الی رفع عارضه از به خاطر رفع نیازمندی های مردم و به خاطر خدمات خوبتر در بخش رساندن انرژی برق به خاطر ما پاکسازی میکنیم.